بعضی آدم ها هستن که آدم وقتی میبیندشون یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمت، یعنی برکت، یعنی آدم خوشش میاد که اونجا باشه. هیچ کس نمیخواد که اون نباشه، همه میخوان که اون باشه. بعضی هستن که وقتی نباشن آدم حزم میکنه. و دوستان میگفتم که اگر کسی صبح بلند میشه میخواد بره سر کار، فکر بکنه که اگر من نرم سر کار چی میشه. اگه چیزی نمیشه، ضرری به کسی نمیخوره و خیری هم به کسی نمیرسه، نره سر کار. چه بسیار آدم هستن که نره سر کار بعض خیلی بهتر میشه. ما باید به درد بخوریم، یعنی وقتی که پامون میذاریم از خونه بیرون، خیر و رحمت و برکت از ما به مردم باید برسه. اگر این نمیرسه، ما بهتره که فکر شغل تازه‌ای بر خودمون بکنیم. بهترین شغل اون است که آدم فکر بکنه بینی و بین الله که چه خیری از این کاری که من میکنم از صبح تا شب به مردم میرسه. اگه خیری نمیرسه، واقعا فکر بکنه که چه کار دیگری بکنه.